تنها نهنگیه که حتی نهنگ قاتل و کوسه هم با دیدن شلوارشون رو خیس میکنن. حتی مگالودون، کوسه افسانه‌ای مثل سگ، ازش میترسید. نهنگی بود که فقط 3 متر طول سرش بود و این 3 متر همش دندونای تیز و برنده به طول 36 سانتی متر بودن. یعنی از نظر اندازه دندون توی کل شکارچی‌های جهان تا به امروز هیچ رقیبی نداشته. طول سرش که اینقدر بود، طول خودش 18 متر میشد و میگن رأس هرم غذایی بود، یعنی هیچ حیوانی توان شکارشو نداشت. بعدم به همین راحتی هم سیر نمیشد که باید حتما روزی یه نهنگ معمولی یا چند تا دونه دلفین و کوسه شکار میکرد، نوش جون میکرد. آره این داداشمون اصلا همین مسئله باعث شد که منقرض بشه. بله این نهنگ اسمش لویاتان ملویلی، یه نهنگ ما قبل تاریخ که به علت عصر یخبندان و کاهش غذا به تاریخ پیوست. تا قبل از اینکه فسیلش رو سال 2010 توی کشور پرو پیدا کنن همه میگفتن مگالودون، ولی وقتی فسیل پیدا شد قاعده بازی تغییر کرد. از بازسازی چهرش فهمیدن که نهنگ‌های عنبر از نوادگان همین نهنگن. حالا به نظرتون این نهنگ‌ها بیشتر واسه آبزی‌ها خطرناکتر بودن یا این صیادان چینی؟